سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من امین هستم و به کانال امین GSM فیکس خوش اومدید. امروز با هم میخوایم FRP سامسونگ در اندروید 11, 12 و 13 رو بایپاس بکنید. تا انتهای این ویدیو همراه ما باشید. همونطور که در تصویر مشاهده میکنید این گوشی سامسونگ FRP داره و ما میخوایم FRPش رو برداریم. اول بهتون نشون بدم که FRP داره که کاملا مطمئن بشید. همونطور که مشاهده میکنید این گوشی FRP داره. خب الان بریم واسه بایپاس FRPش. وارد گوگل میشیم و عبارت gsmxt.blogspot.com رو جستجو میکنیم و وارد سایت GSMX Tool میشیم و نرم افزار سامسونگ KG Unlocked Tool رو باید دانلود بکنیمش. در این قسمت به دو صورت یا دو روش میتونیم نرم افزار رو دانلود بکنیم. من این نرم افزار رو دانلود کردم، الان با هم دیگه استخراجش میکنیم. در این قسمت نرم افزار رو اوپن میکنیم. بعد از باز شدن نرم افزار در قسمت FRP ریموو کلیک میکنیم و در موبایل در قسمت تماس‌های اضطراری کد ستاره مربع 0 ستاره مربع رو کلیک میکنیم. در این قسمت پیام دسترسی میاد و ما باید دسترسی ها رو بدیم به نرم افزار تا نرم افزار بتونه وصل بشه به گوشی و اقدام به ریموو FRP بکنه. تیک این گزینه رو میزنیم و به آلف کلیک میکنیم. خب در این قسمت FRP این گوشی ریموو شد و ثبت میکنیم تا گوشی ریستارت بشه. خب کابل رو جدا میکنیم از گوشی، صبر میکنیم تا گوشی راه اندازی بشه. بعد از اینکه گوشی روشن شد در این قسمت ما میتونیم که گوشی رو راه اندازیش بکنیم. ممنون میشم اگه این آموزش رو دوست داشتین کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب و زنگوله کنارش هم روی آل یا همه قرار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما مطلع بشید.